روز 11 اپریل هواپیمای شرکت ازبکستان هوایولری که از مینسک به تاشکند پرواز میکرد در پی دریافت خبری گویا بمبگذاری شدنش به طور اضطراری در فرودگاه دمدیدو شهر مسکو نشست. خوشبختانه این خبر تصدیق نشد. در هواپیمای تمغه ایروبوس 320 یگان خیل مواد ترکنده نیافتند. خدمات مطبوعات شرکت ازبکستان هوایولری خبر داد که پرواز رقم ایشیو 710 که در خط سیر مینسک تاشکند پرواز انجام میداد روز 11 اپریل سال 2022 طبق جدول ساعت 15:39 دقیقه به وقت تاشکند از فرودگاه مینسک به پرواز خیست. وقتی که هواپیما در حریم هوایی روسیه قرار داشت، یک نفر به آشکار کردن نامش به پشت الکترونیک کارمندان شرکت ازبکستان هوایولری همچنین به مقامات آویاسیونی روسیه و بلاروس خبر داده است که گویا در داخل هواپیما بمب گذاشته شده است. سردار اکیپاژ به خاطر تامین امنیت مسافران تصمیم گرفت که برای سنجش و کافتکاب هواپیما در فرودگاه نزدیکترین فرودگاه دمدیدو در کنار شهر مسکو فرود بیاید. در نتیجه تفتیش هواپیما و مسافرانش همچنین بغاژ مسافران و بار و پشت معلوم شد که خبر بمبگذاری شدن هواپیما دروغ بوده است. ازبکستان هوایولری شرکت ملی هواپیمایی ازبکستان بوده یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی آسیای مرکزی به شمار می رود.